به نام بوداوند حکیم همه زفتن فقط ما تکیم. سلام، شما خوبین؟ امروز 45 یستردی هوای بمبئی همراه با وزش بادهای معده روی یه عده و هوا تا حدودی نیمه تجری می باشد که آمیتا ساخان تمامی شهرهای هندوستان بجز بمبئی و فیروزکو را تعطیل اعلام رید خاک به سرش. وی افزود هوا سرده، به پدر و مادر خود مسواک بزنید. اداره مبارزه با بهداشت توصیه دیدن که در مسافرت‌های نوروزی از پتو مسافرتی‌های خوراکی استفاده کنید که گشنتون بتونید آکله کنید. محققان درمان بواسیر با دستگیر را افتخاری بزرگ یعنی تپه نریده نذاشتن. در پی بارش تجری رودها به جای پرآب پردمپایی شدن که گویا کتونی زرنگی هم لاش یافتیدن. لذا خاک به سرت، ولش کنید، این قهر مامانشو میخواد. مردم نیز به جهت غسل جنایت ریختن تو رودخونه که ادامهشو همکارم استاد سلام میشه بگی اونجا بوسی میاد؟ وای بشه اعتباطمون قطع شد ببخش. با نزدیک شدن به جشن انبازی پشکلخان توصیه کرده موقع پرتاب تاپاله از بستن کمربند ایمنی تا میتونید برینید به هیکلم. اگه از این جشنا داشتیم میدونستم برم در خونه یکی. دانشگاه سرک و صنعت بمبئی دو مخترع که با چوب توالت واکن آرد با بوی پا تولید و تبدیل به مکارا کتونی کرده بودن 6 روپیه جریمه کرده. چرا که هر کی خورده انش جوری گلنز کرده که پزشکان مجبور شدن سال انگشتی چه پسر سر به زیری با حمایت از گهلید داخلی با همین ماشینای ایمنی عید و تایممون تموم شد. خداحافظ.